من گفتم بذار بابا بیاد نمیشه اینجوری. و میگه نه یه لحظه فقط ماشین بزنم بیرون دوباره بزنم تو. گفتم اصلا چه کاریه نمیخواد. بعد در پارکینگ با کرده بود گفت تو فقط اگه خورد بگو خورد. گفتم باشه. اینجوری دنده عقب اون کوچه ما هم باری که بعد نصف ماشین تو کوچه بود نصفش تو خونه بود. بعد یه ماشین می‌خواست رد بشه من هول کرد خاموش کرد. حالا منم با یه زیر شهواری با این سیبیل فابریکا رانندگی هم بلد نیستم. گفتم مامان برو جلو. بعد اینا سر ماشین خاموش نگاه جلو ماشین کرد گفت نمیتونم. گفتم مامان یارو منتظره یه ذره برو جلو. گفت دیگه نمیتونم. از چیکار کردی که دیگه نمیتونی؟ و اومدم گفتم آقا ببخشید. گفت مشکل نداره جا به جا کنین خیلی وقتی منو گرفتین. دوباره اومدم گفتم ماما میگه جا به جا کنین جونی هر کی دوست داره یه ذره برو جلو کن. نمیتونم اصلا نمیتونم. اومدم گفتم آقا ببخشید